سوال دارم. میگم کارهای سیاسی و کارهای نظامی از در این زمان پیش میره. همین توازن کارها چه قسم میره؟ پیش میره. سری میدخن که عادت شده. همه جا شعر است. خواندش؟ نمیبرم. نه؟ شکسته با چیشه اش. میره دو دفعه خواندی قماندان صاحب شنیده. بالا ما چمو نشنیدی؟ شب است و چشم ما همه چو چشم انتظارها. فهمیدی؟ تو معنای چی فهم ملاسه؟ شب است و چشم ما همه چو چشم انتظارها. ستاره می کند به شب یگان یگان شمارها. فهمیدی معنایش؟ فهمیدم. طرف چی که سر میکنه شماره چی که اصل مطلبش چیست؟ شمار کرده میریم ستاره. نه. ستاره می کند به شب یگان یگان شمارها. ز اشک شسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد. نشسته بسترم چنین به دامن شرارها. خزف گوهر شود اگر به آب همتم رسد. چو باغ پردره که در حلول نوبهار. وقتی که میگه که چیز است چی نام داره امی قطره باران برد درون صدف به گوهر تبدیل میشه. میگه همت من قدر بلند است که اگه می خزف یک چیزی به مقدارم به همت من نزدیک شوه مثل عزیز خزف مثل عزیز که آمو گوهر میشه. یعنی من قدر آدم با همت هستم که دیگه با وجود قدر غم ها و ایدگاه هر چی که غم است به ما ذوق تاثیر نداره. مثل چی واره؟ چو خواب چو باغ پردره که در حلول نوبهارها. Dans cette nuit